برای همون برادرهایی که زنهاشون با اندک نفهمی با اندک همین جنجالی که در بین زن و شوهر میشه و عادتا سرز نکزت میکنن وسط او را از نعمت شوهر محروم میکنن. برای اینها من گفتنی هستم که این چگونه انصاف است که شما هم گناه میکنی و شما هم چیزهایی را انجام میده که برای الله رب العالمین ناپسند است و خداوند هم شما را در حال نکزد نمیکنه. خداوند هم گناه های شما را ستر میکنه. اول ستر میکنه و دوم اینکه شما را از رزقش محروم نمیکنه. از همون نعمت هایی که تر خداوند دادگی هسته محروم نمیکنه. پس چگونه شما جرأت میکنه همسرتونه مادر فرزنداتونه با کمتر همون نافهمی ها و با کمتر همون عیب و خطاهایی که از اونها شما میبینه در حال اونها را همون همسراتونه با محروم کردن از نعمت شوهر جزا میتیه. آیا این انصاف است؟ باور کنی از انصاف بیرون است. این زنها را این واقعا همون کمبودی هایی که دارن به خاطر ان همین کمبودی هاشون خداوند شما را بر سر این زنها سرپرست کردگیه. الرجال قوامون علی النساء میفرماید خداوند. مردها بر بالای زنها سرپرست هستند. یعنی که سرپرستی زن را خداوند مرد قرار دادگی است. به چی خاطر؟ به خاطری که ان همین خیلی کمبودی ها داره. پس شما چگونه سرپرست هستی که از کمبودی های همسرتون شما نمیگذاره، چشم پوشی نمیکنه؟ در هر یک خطاگی و در هر یک غلطی که شما انجام میتی اگر خداوند شما را نکزت بکنه و نعمت های دادگیش از شما محروم بکنه اگر شما میدونی چی کار میکنی؟ این جای تأسف است که بسیاری برادرای ما با اندک خطاگی زنا را با محروم کردن از نعمت شوهر جزا میتیان. 100 طلاق میگه زن جوابش میتیه، یا که در همین خانه ظلم و ستمش میکنه، میزنه، مشت خطی میزنه. نعوذ بالله. از الله بترسه در حق این زنها، از الله بترسه که خدا و پیامبر از جانب زنها سفارش میکنن. خداوند هم میفرماید و عاشروهن بالمعروف، با زنان رفتاری نیکو داشته باشه. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم میفرمایند که استوصوا بالنساء خیرا، شما با زنها رفتاری نیکو داشته باشه. از الله بترسید در حق زنها.